در سال 1974 یه اتفاق به شدت وحشتناک برای خانواده دفو که در نیویورک زندگی می‌کردن افتاد. حوالی ساعت 3:04 صبح بود که تک تک اعضای خانواده دفو با شلیک اسلحه به طرز عجیبی به قتل رسیدن و تنها کسی که زنده بود پسر بزرگ این خانواده یعنی رونالد دفو بود که خانواده خودشو به طرز عجیب و غیر قابل فهمی به قتل رسوند. و عجیبتر از اون اینه که زمانی که رونالد داشت به تک تک اعضای خانواده شلیک میکرد هیچ کدومشون از خواب بیدار نشدن و جسدشون روی تخت افتاده بود. رونالد از خونه بیرون میشه و بعد چند روز پلیس موفق میشه تا از رونالد اعتراف بگیره. زمانی که از رونالد اعتراف میگیرن رونالد میگه که این کار رو وقتی شروع کردم دیگه نتونستم متوقفش کنم. انگار یه موجود شیطانی داشت با هم حرف میزد و اون منو مجبور به انجام این کار کرد. و وکیل رونالد ادعا میکرد که موکلش از لحاظ روحی روانی مشکل داره و نباید هیچ حبسی براش بریده بشه، اما قاضی حکم حبس ابد رو برای رونالد تصویب کرد. اما در همین حین یه خانواده به اسم لوتس تصمیم به خرید این خونه رو میگیرن، با اینکه از تمامی اتفاقات داخل این خونه مطلع بودن بازم این خونه رو خریدن. خانواده لوتس هنگام اسباب کشی از یک کشیش خواستن که بیاد خونه رو پاکسازی کنه و زمانی که کشیش وارد خونه میشه و داره کارش رو انجام میده متوجه یه نیرو و انرژی خاصی میشه، اما توجهی بهش نمیکنه و وارد یه اتاق میشه که در همین حین ناگهان یه صدایی میشنوه که بهش میگه از اینجا برو بیرون. کشیش این موضوع رو به صاحب خونه نمیگه و برمیگرده خونهش، اما بعدش پشیمون میشه، میگه چرا نگفتم به صاحب خونه، بذار بهش زنگ بزنم. اما هر بار که به صاحب خونه زنگ میزنه یه مشکل سیمکشی تلفنی از خونه امیتیویل اتفاق میفته، یا بهتر بگم تلفن این خونه به دلایل عجیبی زنگ نمیخوره. بعد از گذشت 1.5 ماه خانواده لوتس که خونه رو خریده بودن به دلیل اتفاقات وحشتناکی که واسهشون توی خونه میافتاد بدون اینکه وسایلشون رو جمع کنن از اون خونه فرار کردن. History of Amityville to the background of the house. اتفاقات وحشتناک چی بود؟ پدر خانواده یعنی جورج لوتس هر شب رأس ساعت 3:15 از خواب میپرید و مدام کابوسای وحشتناکی میدید و زمانی که یکم تحقیق کردن متوجه شدن که علت این که جورج لوتس رأس ساعت 3:15 شب از خواب میپره به این خاطره که رونالد خانواده خودشو دقیقاً رأس ساعت 3:15 شب به قتل رسوند. اتفاق بعدی رو میخوام از زبون خود اد و لورین که توی یه مصاحبه داشتن راجبش حرف میزدن واسهتون به نمایش بذارم. بعد از گذشت چند وقت صاحب خونه سراغ اد و لورین میره تا اتفاقاتی توی خونه امیتیویل رو بررسی کنن. اد و لورین با اندکی تجهیزات وارد خونه میشن و چند روز رو اونجا میمونن. بعدش اد که یه دوربین مادون قرمز قدیمی با خودش داشته اونو توی راهروی اتاق قرار میده تا اگه موجودی توی اون خونه است ثبت دوربین بشه. و اینم بگم که طبق حرفایی که اد و لورین میزنن توی اون خونه در اون لحظه هیچ بچه‌ای نبوده، اما دوربین مادون قرمز این تصویر به شدت وحشتناک رو در راهروی خونه ثبت می‌کنه. This was the room of one of the young boys who was murdered there. Evil spirited? Positively. Everything about this house was evil. همچنین صاحب خونه ادعا میکرد شب وقتی خواب بود رادیوی طبقه پایین روشن میشد و وقتی بلند میشد و میرفت پایین سمت رادیو یهو رادیو خاموش میشد. George would jump out of bed. He'd go running down the stairs. As soon as he'd get down to the foyer, the music would stop. طبق گفته های کتی ادعا میکرد که دختر کوچیکش یه دوست خیالی پیدا کرده که همسن خودشه و چشمای کاملا سرخی داره و بعد چند وقت کتی یه اتاق مخفی داخل خونه پیدا میکنه و زمانی که وارد اتاق میشه تمامی دیوارای خونه رو میبینه که به رنگ قرمز رنگامیزی شدن و عجیبتر از اون اینه که سگ این خانواده هر کاری که میکردن داخل اون اتاق نمیومده و همین اتفاقات
اتفاقات ترسناک باعث شد تا اد و لورین وارد عمل بشن و بعد چند وقت این خونه حسابی توی روزنامه‌ها و اخبارها به سر و صدا در بیاد. طبق گفته های اد و لورین، خونه امیتیویل یکی از ترسناکترین و بدترین پرونده هایی بوده که انجام دادن، به حدی که حتی اگه بهشون $1 میلیارد بدن دیگه به اون خونه بر نمیگردن. If you gave me $1 billion, I wouldn't live in the house again because it messed up my life and my husband's life. Terrible, horrible place. خونه امیتیویل بعد از چند ماه پاکسازی درشو قفل کردن و تا چند سال اجازه ورود هیچ کسی به داخل اون خونه نمیدادن. Now, let me ask you a question. Was what was in that house evil? It positively was evil. There's no two ways about it. اما الان اون خونه کلاً بازسازی شده به خاطر اینکه گردشگرا رو از رفتن به اون خونه منصرف کنن با این کار.